يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي. الله ده قرآن میگه ذکر که میکنین لا اله الا الله، افضل الذکر رسول الله صلی میگه لا اله الا الله. یا چی میگن؟ لا اله الا الله الا هو الا هو و هو لا اله الا الله تنها هو شد. خب تغییر دادی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، دیگه سخن نگرفتن، اون چیزی گفته شد او را تغییر داد. یعنی چی میشه؟ یه عذاب داره. ذکر نیست. الله میگه وقتی که ذکر میکنین الا بذکر الله تطمئن القلوب، این دیوانگی میکنه نه؟ تو خیستک میزنه، ایسو خیز دی، اوسو خیز دی، ایسو ملاق دیزو چی گپ شد؟ جذب شدیم ما. جذب میگه. خب جذبات است، دروغ میگه. اگر جذب میشه یک پیر بیا که مریدش در 14 منزله وزارت مخابرات بالاش میکنیم، پایش کشال میمانیم، میگه میگه جذب شدی، خطا خوردی، خوب بسیار خوب بگی دیگه. امام شعبی هم میتون میگه این دو وقت می بعد صوفیا پیدا شد، میگه هر کی جذب میشه در کو بالایش کو، در اینو که اکسان و نموجه بخوانه ذکر کنه، اگر جذب شد خطا خورد صحیح است. و جذب خویش که نمیفهمینی، ولی اونجا میفهمه که زیر خطر است، جذب نمیشه. خب سر توشک و فرش مسجد جذب میشه، اوسو خیز دی، ایسو خیز دی. الله میگه رقص نکنین، ادعوا ربکم تضرعا و خفیا. استا الله را یاد کنین، ذکر کنین. این رقص میکنه و موسیقی مینوازه و چیق دلاس بیکر چیق میزنه. لا اله الا الله الا الله الا الله الا. یک دفعه شد در ملاس بیکر 20 نفری شروع میکنه. چی میکنی؟ ذکر میکنی. ذکر نیست، بسیار خطرناک است. خب کلمات شرعی را تغییر دادن، طریقه عبادت را تغییر دادن، خطرناک. رسول الله هم بعد از فرض میگه بگوین اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام. یا چی میگن؟ اللهم انت السلام و منک السلام و الیک ارجع السلام فعین ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام. تو گفته میرد پیش خود زیاد کردن. این بدعت میشه، خطرناک است. کل بدعت ضلاله. یا برش میگی که در نماز الحمدلله را بخوان، او یک چیز دیگر را میخوان، نمیخوان. یا میگی یک رکوع بکو، دیگه میگی به اطمینان بخوان، آهسته بخوان، یا الحمدلله بالله الله اکبر، سیده میره دسته سبحان سبحان میگه وقت بی بالاش. به طریقی خود میخوان. خلاصه عید دو دانه عید است، عید قربان، عید رمضان. این میگه نوروز هم است، یلدا هم است، براتی هم است، چقدر عیدای دیگه، روز زنا، روز اطفال، روز دیقان، روز معلم، روز فلان، روز فلان. اینقدر جشن‌ها جور کردن نه؟